میخوام براتون یه مثالی بزنم. مثال استخر و 2 قطره، قطره آبی و قطره قرمز. استخر نماد زندگی، قطره آبی نماد احساسات خوب و قطره قرمز نماد احساسات بد میشه. شما در زندگی به هر آن چیزی که توجه کنید اون رو توی زندگی خودتون میآفرینید. اگر مدام به طور یک مدت طولانی تمام توجهتون روی عشق باشه، در واقع قطره آبی رو درون استخر میریزین و پس از مدت طولانی استخر به رنگ آبی خوش رنگ در میاد. و اگر به مدت طولانی توجهتون رو به نفرت باشه، قطره قرمز رو درون استخر میریزین و پس از مدتی استخر شما به قرمز خونی تبدیل میشه. یعنی به هر آن چیزی که توجه کنید هر روز اون توی زندگی شما پررنگ تر میشه. اگر عشق توجهتون باشه، زندگیتون سر تا سر عشق میشود و اگر به نفرت توجه کنید سر تا سر زندگیتون نفرت میشه. پس بیاین به چیزهای مثبت توجه کنید و اونها رو پررنگ بکنید، چون اینها تمرین کردنی هستش. شما با هر نفسی که میکشین، با هر تصمیمی که میگیرین توی زندگی و با هر تصمیمی که میگیرین به چی توجه کنید دارین تمرین میکنید عشق و نفرت رو. پس بیاین عشق رو جایگزین نفرت بکنید.